درود هموطنان عزیز. 22 ایول روز به تصویب رسیدن قانون زبان دولتی جمهوری تاجیکستان است. به این مناسبت تمام مردم عزیز کشور را تبریک و شادباش نموده آرزومند شکوفایی، رشد، استقلال واقعی و آزادی جامعه تاجیکستان هستیم. قانون زبان با عزم و تلاش و زحمت و جانبازی های نخبگان ملت، عالمان، ادیبان، هنرمندان، روشنفکران و مردم شریف تاجیکستان روز 22 ایول سال 1989 به تصویب رسید و در تاریخ نوین تاجیکان صحیفه نوی را باز کرد. مقام مرتبه زبان در قانون اساسی کشور با وارد نمودن یک بند مخصوص معین گردید و زبان رسمی و دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی فارسی اعلان شد. این پدیده مهم را در تاریخ تاجیکان میتوان به عنوان یک حادثه بی سابقه ارزیابی نمود. برای اجرای قانون زبان با سرپرستی بنیاد زبان فارسی تاجیکی، کمیته اصلاحات نزد اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان و با کمک ادیبان، عالمان، زیایان و معلمان روند احیای دوباره رکن مهم ملت آغاز گردید و کارهای زیاده به انجام رسیدند. ولی پس از به سر قدرت آمدن امام علی رحمانوف و در کشور جاری گردیدن نظام پرزیدنتی و تصویب قانون اساسی کنستیتوسیای نو جمهوری تاجیکستان در سال 1994 و قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان از نام رسمی زبان واژه فارسی گرفته شد. این اولین ضربه ناجوانمردانه بود و پیکری به تازگی از زخم شفا یافته زبان مادریمان پس از کسب استقلال. از عنوان زبان برداشتن واژه فارسی انگیزه سیاسی دارد. سیاست بولشویکی در گذشته نه چندان دور با مقصد جدا نمودن ریشه های فرهنگی ملت های شوروی زبان آنها را تغییر داد و این ملت ها را از پیوندهای تاریخیشان جدا نمود. متاسفانه این گرایش تا به امروز در مفکوره حکومت رحمانوف و قسم از دایره های سیاسی، علمی و ادبی تاجیکستان باقی مانده است. حادثه دیگر ننگین و نابخشیدنی انتقال روز زبان از سنه 22 ایول به روز تولد رحمانوف سنه 5 اکتبر بود. همگان می‌دانند که قانون زبان 22 ایول سال 1989 قبول گردید و سالهای طولانی مردم کشور این جشن مبارک را در سنه اصلیش 22 ایول تجلیل می‌کردند. ولی سال 2009 با ابتکار کمیسیون اجرای قانون زبان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و با دستگیری مجلس نمایندگان با بهانه ناموافق بودن زمان تجلیل، یعنی در رخصتی بودن مردم و گرمی هوا در فصل تابستان، روز اصلی تجلیل زبان را از 22 ایول به روز 5 اکتبر که زاد روز رحمانوف است انتقال داده شد. این عمل چاپلوسانه که بجز از خیانت به تاریخ و فرهنگ و ملت چیز دیگری نیست، تنها به خاطر خوشامد به بالا و حفظ منصب از جانب منصبداران و روشنفکران فروخته شده صورت گرفت و اگر به واقعیت نگریم، رحمانو برای تصویب قانون زبان یگان مناسبت مستقیم ندارد و برای تطبیق آن سهم نظررس نگذاشته است. همه موفقیت های جامعه را به نام یک نفر مربوط دانستن طور تجربه زمان شوروی و بسیاری از کشورهای عالم نشان می‌دهد اشتباه بزرگ است. این عکاس دروغین تاریخ عاقبت‌های ناگوار و فاجعه‌آور دارد و روزی می‌رسد که تاریخ نو تاجیکان بدون انحراف و به طور واقع بینانه نوشته خواهد شد و مردم روز زبان را در سنه اصلیش 22 ایول جشن خواهند گرفت.